آشی پلنگ بیا در کوچه سردریا آشی پلنگ بیا آشی پلنگ از صدا روغن چه حاج از صدا آشی پلنگ از صدا روغن چه حاج از صدا لذت برد دلوجا از پلاوی تاجیکان لذت برد دلوجا از پلاوی تاجیکان سلام و درود به همه آن نفرانی که این لحظه ها طریق تلویزیون آزیا HD ما را تماشا کردند. دوستان عزیز ارجمند، آژانسی بهره برگزاری توی معرکه‌های شما با نام تنتنه برای شما تقدیم می‌دارد برنامه گپ. چون هر هفته دوستان عزیز ما می‌دانیم که شما انتظاری این برنامه می‌شوید. می‌خواستم در اول عزیزان درباره همین یک مکانی بسیار برهوا و زیبا زیتون گفته گذاشته باشیم. زیاده از 30 نمودی طعام‌های ملی و اروپایی و آشی پلوی کاری کلان است. و البته برخی میپرسند که کابینه ها دارد. البته کابینه ها هم هست. آمده خودتان با همراهی دوستان یارو دوستان البته مهمانان آمده نشسته یک فراغت کرده میتوانید. میگذاریم به گروه نواربرداران امروزی ما. اینها گروه عزیزان ویدیو. دوستان توی معرکه دارید، پس با گروه نواربرداران عزیزان ویدیو مراجعت نمایید. در فرصتی خیلی کم توی شما را تنظیم نموده به شما میسپارند. البته لحظه های خوش و خاطرمان شما با گروه عزیزان ویدیو. میگذاریم به دوستی عزیزم ظفرجان که راهبری شرکت خوشنگ لیبل هستند. شما برای برگزاری چهاربینی های خرد و کلان اپاراتور آواز برای شما معما است، پس به ظفرجان مراجعت کرده میتوانید. سرپرستان برنامه شرکتی مال و محصولاتی گوشتی عزیزی. محصولات های عزیزی حسیب و حسیبچاب با طعم ناتکرار زیبی دسترخوان ما و شماست. عزیزی محصولات های ما از گوشتی حقیقی آماده می شود. خانه ساختید مسئله در تیرزه پیش میاد. پس عزیزان من به شما عزیز توصیه میدم شرکتی اکاپن. اگر شما اکاپن را انتخاب کنید این انتخابی درست شما است. یک قرصک برای همکاران، شریکان و سرپرستان. شد تماشاگران عزیز و ارجمند، نوازنده های عجایب. من هم همین مزه کردم. اما مزه کردن سر میکنیم نمیشد معرفی کنی با مظفر جان از لایحه استنداپ. خوش آمدید دوستان. ایلیاس جان خوش آمدید دوستان. هلال دین چون هر وقته دولتمند جان شما را نیز خوش آمدید میگوییم به برنامه ما. این دفعه دوم است که شما مهمانی ما هستید و اینجا در پهلوی دولتمند جان نشستن فرخ جان، یک نوازنده نای، خیلی یک چی بگم خونیاگری دلها هستند دوستی عزیز ما. من باوری دارم که فرخ جان امروز شما یک لطیفه میپرتید اینجا با نای های خود اشتراک داشتید. البته و دوستی ما غالب جان خوش آمدید دوستان. شما را نیز ما خوش آمدید میگویم و شما نیز اشتراکچی میخوایم که اشتراکچی دائمی باشید. سلامت باشید. گلبار خان، من راستی گپ
وای دفعه همین آش شما وقتی که خوردن سر کردید سخت مخصوص دیگه دنیا برمدم همین کپیتان همین خیلی فکر کردم خودم همین روز یک طبقی کلانتر به همین طرف ببر کنید توسشون بعد سیر نشده برفتم اکا خوش آمدید دستی از من ناظم جان خوش آمدید دوستان همین جان بودم یک هفته بازی جان نبرفته چطور سلامت باشید شما کو یک هفته باز 10 سال باز من محکمه بریدین من دستی عزیزم شاعری برنامه بگذار الهام همیشه یانتون باشد نزدتون باشد زنده باشید میدونید آرام حاضر آرام تیگر آرام یک نفر نوشته است که محکمه بریدین لطیفه میگفت نمیگفته یک جواب دیدم با وظیفه من دیگر اینجا با اینجا همه وظیفه داران نشستن وظیفه فقط شعر و سرود و منایت اون نفری که کارهای شدگی را وظیفه دار است مرامت من علاوه دیگه وظیفه های یک تحت گفته گذارید سلامت برای اوکا بودگی سال چهره شده زیر اختیار جان از کنی بادام شهر خوش آمدید دوستان عبدالخلیل من دیهی رومان چه حالت زور سلامت باشید همه دیهی رومانگا همه مخلصا سلام رساندگی چند کس سلامت باشم باز نامبر کنم برنامه ادامه میشه زنده خیلی نامبر نکریستید نباشد برنامه چکنه میرزا جان با همراهی دلیر جان خوش آمدید و روی همیشگی برنامه گپ مقیم جان عبدالفتاحی نوازی چیریسی دوستی ها همین بچه ها حتی من نموشت سرکرتی هم همین خوجان به گالری هست میدونیتون اونجا به کارتینا رسم های میمونن یک مردک رسم بودیم خوشان رفته گالری به السلام علیکم و علیکم قرار برم دیگه همین رسم های من کشتگی اون کس پروسس میپتیان نه یک هفته بودش که پروستگیش نه حتی مردک اومد و گفت که این رسم های اکای میرزا شریف میگفت ها گفتم بعدی سری میرزا شریف اکا این نرخوش آنچه میبرم دگستی میخستگستی گفت ها گم همش خرید نقص کوی خیلی باشد همیشه خریده باشد گفت نه این گپه همون دختری لیچنی دختری خودتون دلشناستان گفت یگان نفر بیمار نشود دوستو میگذاریم مظفر جان مرحمت دوستان یتا قایل کنید একটা দুটা کن دوستا گازوسو خب گفتاست که آشنا گوش کن تبریک جیمویم زنگ گفتی گفت ها خیلی زنگ گفتم دیگه ها تینجی می چوی یکو یا برا گفت راستی گپ اوقاتی که چه دل بزد معقول نه گفت حاضر چی گفت حاضر یکم معقول گفتاست یک آدم کیتفاش به یک جوانی همین 18 19 ساله باشت آورده همون پریامنی دکتر به دنگاری کرد پرتفتاست تینجی میگفت پاچکاش به تیر خوردگی این گفتاست اینو کی گفت دامادم گفت نخود دامادش آدم انداز گفت تا وقتی همون نانداختوسی که من این داماد شدم نمیخواست گفتاست من درباره داماد گپ زدیتون یک بچه همین سرو لباساش درزمال کردگی خوش رو بیاد دوستاش دیدشون ها معلوم کی زن گرفتگی دیده سی یک تاس مبارک شود زن گرفتی اینقدر کوتاه درزمال کردگی خوش رو گفت ها تاس خیرت زنات گازمال میکنه است گفت نه همین گازمال کنی زنم یاد داد من گفت است سرتراش خواننده سرتراش خانه usta hayandı ustanın şagirdçi hayakta hatta ustaxone سرتراش خانه بسو usta sekin erişe girifta istan من هم چه نه هم تویشون خیلی بیا تو بدی شد ani تو گیشتگی میشه خلاص شاگرد داوید اومده استاد اچسه پرسا گفت مالش میپرسه تینجیمیز یگا گفت هر روز حتی آدم اومده دستش که تو کلینتای مشمر رو میبره ما هم به حیران گفت نه با نالوگ نباشه این دفعه یک قفاش برونده رفت چی کجا میرفته کاکاس پگاش راست با آدم اومده با این خیلی کرسو برونده برفته است شاگرد اون تو کنه شاگرد ما پیش از برفتن بعد یک ساعت اومده شاگرد ها تینجی میگه اینجا برآمده گلدسته خرید استاد ها سانچه شد که خانش ما برفت همون پریک ماخیر با دکانش وقت موجینگلی من هم تو درآمدازی پوگله هم تو درآمد چناله که پریک ماخیرم اون تو انتی نگاه که بعدی یکدم سریش که کده روان یکتا ماگنیتا یافته اومده بولی خالی وای موجینگله من هم کی ساعت اکو چوکا دوست گفت جیمشین قایچیم گم شد گفت اما مردک رفت گفتید که خونی استاوه استاد هم بعدی کار برامدسو بعدی چند روزش هم تو خونش برات که همون مردک همون جان داخلیم یختی گفته از بینات زنش مردکی بیگانه همین گرفت دست همین زده است و مردکه زنش آنجا توپ توریده داشت نقص که دید خونی خودشان خونی ما و عمده میگردن این آگه
و موشکی قلب دیگه آجاش خیستیزو شاهرینه زنه اینا او غلطت آنجا زنش ناس که دید خودشان نمیتونن دیگه رو هم نمیمونن با فرداش همون مردک با خونش برد با خیب دسته با خیب دست این هفته فقط هم خیلی میفتست اینجا برای بافتست زنش میفتست توی خواب بگشت میفتست اینجا براموزیم شما این تپانچه میفتست دوبار بام بام هوا میاندازیم هر ما میافتیم کدام می تایله کنه میفتست هم تو خور رفتی شدند بام بام شد زنش درک شده این دیوانه ها دوش ادریش انداخت بقیم جان برو اشفل یعنی حاضرش کنه روزی چهارم همون ساعت رفته است با رواد نازیم بالی جاگم دیدی زنش شیفانیر انده شیفانیر شده چند بار گویم نازیم رو شدنش نکن اینجا بفته روزی پنجم هم تو پیش دامش برادگر حتی باشی گفتست خانتمو سه تا مادر در اومد گفتست حاضی بین گفتست من برام تو یک تا میپاتم شمور گفت هم تو برو دام یک تا آدم گفت یک گفت خابیس اولی ما گفتست روزی شتم یعنی روزی ششتم دبر بخیر جلک روزی شتمش هم میگم سوین گفتست کی خونش کاروچی زنش تسو سه تا یولاش آماده بودست درش تختش تو بینه دیگر شوهرش گفتست که آخه این کماندیر افغانده گفتی که گفت نمیدونم دروش میتونم کجا روش میگه دیگر بالکن برویتون گفت چوکنیم برام گفت اونجا لینگی خوله درام داشتین تون گفتست روش شده گفت سوز شش درام و هول لینگ درام داشتست درام داشت خد و هوا نیلوت نشد سمالو نپرید دیگر روز میریم گفتست بالکن روز سیگارت کشتی صداگر سه تا لینگی صداست این چیزی زنه گفت نمیدونم مادرم قشلاق چیزی فرستادگی نمیدونم یک لقه زنه دیگر بکنه دیگر او شش میکنیم شه 20 سال نافتاد دیومشه یک لقه زنه آوازی خوک کنه دیگر این سالا میکنیم افتاد سومشه یک لقه زنه جیم دیوم لقه زنه جیم سوم دو اسوی زنه دیگر خیسته افتاد کی میزنی افتاد جیم استوس زنشی کارتوش کده افتاد هفته امروز عمده سود هفته امروز بیاد که همون خیلی کن دو تا یار همون خواننده کراچی هم تو گلزوکه میبینند که زنه شوهرش اومدگی یک تا وایت روشید تو چون کنی هم رفتن وانو گفت است اتش بالکن دویده برام دست خیلی عمده سو اون تو رفته در عمده دستم میشم گفت ات مردک کلوچه گفته اخلاق دوست کیم تو گدگر من سانتکنیک من گفتم من همین درست کردم بومدم گفت ها شد مالش نمیشه زنه ات چوی ما یک هوای توزو کشم گفته برات کی بچه بالکن هفته میتاش اون تو کاس داری دکا تو کیم تو چوکاس اینجا بگو من تاکسی پایدوسی هم افتاد تو جینی می هفته میتاش به تاکسی میپوی میگو اول سانتکنیک به باور کردید کو ما باور کردن که هشت روز قبض با شما نوهم بگو شما نوهم هشت روز قبض شش اما ویا معشوق ویا عاشقی ویشه زنش زده ایستاد و زنش وای داداش سخت نزنید وای پدری فرزندتون گفت است نوهم روز سحر کی اکو په تلفن گازوس زنگ ماست داد داشت چند بار گفتم اکو حقارت نکنید اکو کمک من مستم من تو دخترا که شامپانسکی خودیم یقدر حقارت کردن نگیرید تو ما اشاریسام نگیرید کت است آخرین روز همین که هر روز کار بشتیم اکتا آمدن دست چاکری دستم خیلی بستگی شب توی بیوه خوندم که نه نسین ویران کرد بانگ زدم گفتم ها آدم زنده میزند میگفتم خیلی نسین ویران کرد دولت جان ببین چی غرام کرد دیگه میگه جان من دارم روی کلایم چیکش دیگه باشه گفتم گفت مگر نه همش نرمالی دولت من گفتم بعد از 2 روز از کنایه اختی بخوردیم همونجا با همون کنایه اولش اختی بخوردم اکوما کوی چه با کارش دیگه بینا پرکلینیک درون دوست ها تینجی می ها این کارگرتون گفتم من با دین روغن به دستشانو زدن چاگرم فریب خطاسی گنده دستشانو سوزاندن یه من گفتم اینا گفتن که من کنایتی زدم و دیگه گفتن دروغه زن شوهر ترکیه برفته است اکسیه گذاشته است همون اکسیه که پوچوفکی ارزون گرفته ترکیه رفته اتل بدر آمدیان
Zana xursan, mardagini benit. $100 baha aksiya zurishi benit. Turkiyanda gaşnima hafta. Ha, kışoçya boyun gaşinti benim için tiyaho. $100 baha hiç boğurim neki gaşinti duruz boşat hafta. Kışongar gaşinti lak ama coş. Kravatov restoranda o vaxtagi. In çizeyin gaşinti çıkayın godgar. Ha benit خود دیزاینر شو ممکن میخه باشه دیویا ما کجا میدونم تو ارزون کو انا و benit لبی بحر گفت ولی لبی بحر نه و کارتین اونجاندا این بیان دنی گاشین تاند دوتا موش گاشتاس من اینجاندا نمیشنم و برافتی من جا یو دیگه کومدتیات یو نمیدونم من اینجا نمیستم فته مردک جان جو زنک شد موضوع حل میکنم فته ادمینستراتور بزامن زنم دیگه کومتیات مو باگفتاس زنی خاطر چه انگلیسی گامزنی تو میدونی میگه گفت ما یاد گرفتگی گفته الو good day monsieur گفتاس good day مدیر نگوید موش های گفت ها استیداخی گفتاس الو thank you very much good day lady the гостиница the hotel گفتاس the hotel the موش گفت ها hause istid the Tom and Jerry Tom no Jerry purpur şu sonra mur guftas ki gastiniца Dutta alpinisto köy Everest'e buramı dinlem yak hafta avoruştu buramda qullashma buramda azob kechdiki xunuk yomuşun diloshon go'shna dukas buramda ham tu yonbosh karino yak söhbatashon tasbihsa dutta oshnohoy guftaski tom ahajdo mikrayon xonada mexridigi budi chon xaridimi go'ydigar ne ve xina xaridam chuva gud چهارم اتاش بیلیفت هر روز برام دارم گوی دیگه Everest برام دیگه آدم همین یک پسرچه مکتب سر شده صنفی یک بار رفته سو معلم خیلی گفت است که معلم من صنفی یک بار نمیخونم گفت یه میروان جان چون نمیخونی بچه هم گوید من صنفی سیوم به میخونم گفت است این چه خیلی گفت است وای پروگرامش دیگه گفت من یکم صنف میدونم سیوم بگذارونید من گفت است یه گفت است نباشه من تو پروگرامی سیوم سوال میتیم دو کره دو چند گفت 4 گفت است سه کره سه چند گفت 9 گفت یه تو نقص کو چور نزدیک دیرکتور میریم گفت نزدیک دیرکتور میگم گفت است رفیق دیرکتور این میروان جان میگه که من صنفی سیوم به میخونم یکم نمیخونم میگه یه میدونیست از پروگرام میگوید ها من سوال تیم همه سوالامون جواب داد که این سوال تی چی گفت است میروان جان درگاه و چوتا درمان دوتا چی میشود که پا گفت است درست جواب دادی گفت دیرکتور حیران یه معلمه گفتم مونده است باز سوال داد است میروان جان انا میدونی در شیمی تو هست درمان نیست گفت معلمه یه معلمه گفت میروان تو نیا گرسو گفت است که کسته گفت است که انا درست جواب دادی دیدید می معلم این هر یک سوالی وای با جواب میتیاد گوید ها این سراز صنفی پنجم بگذارون تو معلمه گفت است شو رفیق دیرکتور گویند من سوالش مو دیگر فکر کردم جنگالزور با افتگان که تشکیل کردند همین رالی Alakay 9. his kazandı. Sonra Sangpusht ke zargosha mondenu start keştegi. Alakay kesti çmo megelo. Kim xonaşa peş meraftagi yakta töfi vayaş oljanobaş töfi vay moşin vagon ne. Amon transit no nomer transit vagon zafira sonra giftiyan ki kim xonash ve pejrat emroz moshni abyomni vagon ne am son yak du se godaga Sangpush shart kalışa darada ma xonam ba omda أخيرا بوزي قبدت أكبر بدابان زر شدگی دوستان عزیز رسیدیم تا به فرصتی که عزیزان به شاعری برنامه ما رشته سخن را پیشنهاد کنیم. دوستی عزیز محکم جان عزیز من میدونم که شما تا این برنامه سرجم شد با همراهی دوستان یعنی ناظم جان غالب جان گلبهار و من باوری کنم
و من باوری کامل دارم که شما یکان شعرهای نوم ایجاد کردید. این نوبت در هوای سرودی کی و چگونه متن؟ در هوای سرودی ناظم جان اینجا بیا. مضمون متن همین آش زیتون و همین قهوه‌خانه زیتون در بورش. بله دوستان عزیز و ارجمند، در هوای سروده دوستی ما ناظم جان ما اینجا بیا، اینجا بیا، اینجا بیا. در متن دوستی عزیز ما محکمی بحریدین میبخشیم به انا همین طربخانه زیتون. قبول فرمایید. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. گشته ای پزمانی آشی بهترین، روغنی دون و بیا اینجا بیا. گشته ای پزمانی آشی بهترین، رزدنی دون و بیا اینجا بیا. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. اینجا جای رقص. بله. در حقیقت آشی زیتون بهترین، گشتی خاک و هم قضی روغنین. در حقیقت آشی زیتون بهترین، گشتی خاک و هم قضی روغنین. مالی مبو زیر و چسناکتون می شود آشی پلاوی دل نشین. مالی مبو زیر و چسناکتون می شود آشی پلاوی دل نشین. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. بوم 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 بومبا. من فدای جایزه باید شوم، صدقه نقش و نگارهایت شوم. من فدای جایزه باید شوم، صدقه نقش و نگارهایت شوم. یک پیاله مزه چایی که بود با رفیقان صحبت آرایت شوم. یک پیاله مزه چایی که بود با رفیقان صحبت آرایت شوم. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. گشته ای پزمان آشی بهترین، روغنی دون و بیا اینجا بیا. گشته ای پزمان آشی بهترین، روغنی دون و بیا اینجا بیا. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. آشی زیتون و بیا اینجا بیا، نزدی مردم و بیا اینجا بیا. در حقیقت یک متن بسیار پرمضمون بود. محکمی بحریدین رحمت الله سلامت باشید. باور کنید 3 لغت کار می‌فرمایید. باور کنید تا به همین روز من این خیلی شوندگی نبودم دوستان. سلامت باشید. تشکر زیاد. زنده باشید. اما محکم جان درباره خوردن اگر نویسم با نظمش دست. البته خیلی خورده گشتگی این کس. Оши палав, оши палав. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции.
Азизи. У качества есть свое имя. دخترم من از دیه آمدم من به هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تا باورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدر وردگیش لازم من یک کارگری عادی من به نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما دارو تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آن که پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعتی ما تا باور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. یک مادر دکتر به رفته است دکتر ممکن میگه نه دکتر ممکن میگه دروید گفتم بیند یک تا مادر پچاق چوک لخ هم نجا دکتر کنیش ما چشمو برام خونزا ای چوک چشمو گفت ما حیران روز دوشنبه دو کس همه خیلی من زد گفت دروید چنید زه شد گپ کارگاه میگه گوش کنید یا با افتاد چشمو برام شما انیق دکترم افته میمونه هر با سانه روزی جمعه کارکداسی بودم تراکتور چی بود اصلا ماده تراکتور کی کارکداسی بود سو پیشی صادق به کارکداسی باز کن نوسترای کی بهشتی باز وقتی کاربرو میشد میبرام گفت بیند یعنی صادقانده و یک تا کلادس کشادگی ایساس کلادس کشادگی ایساس سوم گفت که صادق بچه‌ها میبرد خوات الهیم نه افتاد یگان گفت همون کاوششون کردی کلادس سخت کردم ماندیان کاوش کردی محکم کرده بلوش با کاوش محکم کرده سخت برام روز دوشنبه سحر کردی آمده اپی کار بشم فته کلاد و تراکتورهای زیادی دید که بسم الله کار سر کنیم فته آمد کاوشه باز سرم آدونی وای دو تا سانتیخنی برانده همه خزدی هم اوله سه روز هم جان سانتیخنی همین دوتاش برانده سو نازم جان همه ما شده تا نمازگیری شده دو کس کلاوده برافته سه یک خواننده لامپ چرا قایکو درگیرش شده بودسو یک تاش بوداس که ای ماهتاب بگو جنه این آفتاب افتاد نه ماهتاب آفتاب گفت یک تا زنا گذاشته بوداس خاله ما همین انیقتید ماهتاب می ماهتاب گفت بچه من اینجا نفتی از دکترها گفتن رسیب دکترها کارپاتوری کردن همشون همه دکتر کوچانده همین کیم چیز داد بیدار دایکروسیان پلاکاتو کیم چون نویستگی همین یگان تا با انسان دکتران است هم کسالو زیخ کارپاتوری کردگی یگان کس هیچی نفهمید از کارش میدونید چی به حرفاشون چه خونده نمیتوزه پلاکات اون همون دکتر یک تا دکتر فعلش که کارا پاتافتسو پایز بشتسو امام میبرم طرفی ها تاجیکستان میگن جا کار بفتسو پایز که برفتی زه کوپی یک تا کتایز که فرانده است بیایم به یک üçmüş gün haftas. Kitayız guftas ki tu agujo gud kitayız man kitayız gud ne tu Tojikistan guftas Tojik man man kitayız gud yakhe tu Tojik 2 saat bezor guftas tu yakhe tu Tojik guftas yakhe son بعد 2 saat tu agujo gud هم من تاجیکستان گفت من گفتم چطور سالی کتایی چه ماندگم تاجیکی تو گفت همینا پاییز گفتن پاییز به زن و شوهر رفت که بودست و که زنک بالا تو خورا من پای منش خامل افتازده شوهرش بعد فعل بدگی شوهرش یه عملی پاییز برفت شبانه دنگرش دیگه تینجی میزنه دیگر ها پیژامم غلطی افتاز خوازش баланд گفت کشتم успеть نکردم اما من میپارچ که پاییز کتی کورورda رفتی gibidesin. بعدی уже курорт tamam ждамат отдых ба а гостиница бромдосгинде пеши вайбер рafti ресепшн бе хай ако чампул шуд ани могот ай шумо $25000 гуфтас ечи хей $25000 гот амо мана круиз ба весь океани атлантика атлантика буд ми чи буд номаш кадом океан буд ладно любой океан бе чагзнонда омдим катерки гот мо хабармо мо не мо намедоним гот мо фарқаш не айби ман не мо кадим шумо нарафтон айби ман не خای بودزه شد دیگه گفت همه ما فلان کوی اورست به گران بردیم همه پخال به گران رفتیم ما نمیدونیم که گفت عیبی ما نیفت از ما بردیم وای نه گفت قبل نیست است نمیشه شما هم با حاضر خودش $35000 میتید اونفت است چه گفت من اومدم زنم که شما این با گپات فتید اچ کدید من موچ کدید
ما вообще دیدگی ما هم نیه گفت ای بی من نمیام جنده گشتی که بدیم کو Бачанда ҳалқаш будааст. Гӯшворай ку. Дадош ҷиғзада бачам. Ин корат кори нағз не. Ту агар дони агар ҳалқадор бачаҳо ё пират мешад, ё ин ки гейрат мешад. Ман ин гирду атрофа бинам карабл нест, ту пират нефтаст. Як подшоҳ ҳама якте писараш будасу. Якте писараш будас. Вай писари подшоҳ ҳамаи қобил будасе. На шикор мерафтад, на ягон зикшуна не метасад тасончак. Бутун не ҳамҷу намерам не бутун. Сон подшоҳ зик шуда чокунам ин писари подшоҳ. Ихи шуданаш мумкин не ку гӯ вазираш гуфтаст ки шоҳам гуфтаст. Авес дунё гуфтаст. Чилта гуфтаст одамхӯр, одамкуш, одамои ганда ҷамъ мекунем клетка мебиёрим гуфтаст. ҳамаша зиндон пафтам писаратона ҳам ту мепатоем гуфтаст. Баъди 40 рӯз мебинед оли гуфта результате. Ҳама одамои хункади клетка океон дига ҳош ганибал манибал чилка. Сон писарашон шарти патофтия. Зек шавад гуфта подшоҳ. 40 рӯз шудаги ҳамашон рафтаги таги дари вай ба тукшо адур кушода гирехта биёд ҳама тазиз зода ҳеч кас намебаро. ҳа бурои то кун го ҷиму ин подшоҳ гирез аба гуфта худам ҳам ту даро дайку ҳамашон не аввал шумо бурои дако аввал шумо бурои не аввал шумо бурои мақсади гапам ин ки наздик гандагӣ мебурдасе. Як корманди бозоси давлати автомобили як корманди гаи шинад кӯчамда ҳозир кун. Мо чоркӯчага баистад як мошин омдасу адамаш якта хитойча буромдасура ҳамин маймуна гирета мо вақтамоне самолёта мо айфтаст. Корманди гаи ба маймуна дода бурафтаст. Маймун дашанда ҳамина илтимос зоопарк ба бурда чоканашан дона чоркӯчага айни час пик якта одам ба ина гирифтам барид мегӯяд вақтам нефту ба бросас ана ку ҳамин сета бангиҳо мошинанда мошин яксианда омса кромсос гаиам ҳамто дошта ҳамина то зоопарка баритонга гап нест боёрима дарок шуда кандароед гуфта даровардааст бурафтаст мошинаи кара гаиам хурсанд ку ин бурафт як кори нек карам гуфта баъд як соат бинад ҳамон некси бурафтаги бо ин тарафа гуфта бурафтаст о чокирто вай ба буритом зоопара додаги ҳамон ҳозир театр бимбарим бо ин гуфта ҳамон мошин ки зоопарк баравад дутта қалавур маст лах айташ лаби ҷӯнда он ту ки хор рафтааст якташ пеши заборба ҳамои пеши ҷӯнги заборчаве он ту ки истодасу ошно гуфтааст де хор рафтаги ба гӯд ту мана ҳурмат мекунӣ мегӯд инам хор рафтаги ман ту ки фахр мекунам гуфтааст ҳамун мизои давоми анекдоташ ҳамун маст манамти ки иззат бовай ошинош ки гапаш ҳамаҷо гирехтааст бо ҳамун ес ҳамун аввал ту фахр мекунӣ гӯд ту ҳамин изиваси кадос мегӯд гуфтааст арақа тоне хӯрде ивай гуфтааст ки ошинош ба хор рафтаги арақа тоне хӯрде аввалота мен хор рафтига ҳозир девол адоша тиам мебини кухнинда таракан рафтиста дуюм таракани хикросте инашам нигоҳ кар илоҳи амин дихлафос об бо чизи нағз неде гӯд кадом дихлафос бир як данс кутар якта афғон одами калонсол занашон ки бурафтосену хара хабидагу занашон 10 метр пеш рафтосену пеш одамои дига гуфтааст ки ҳа гуфтааст тақсир одамои қадим ҳамин хел гапошон чизе шуд гуфтааст чизе гуфт охир насиҳату васият ка бурафте ки занак набояд мардак пеш раравад چه همه شرمنده که دیگه گوش است دور قدیمات مینه نبود گفت خب تماشاگران عزیز ارجمند چون امروز در مهمانی ما یک قطار حافظانی بسیار هم چگویم مشهور و معروف هستند من خواهش میکردم که از دوستی ما غالب جان یکم سرود مرامت اگر آماده باشید من با همراهی نوازنده ها برای تماشابینان برنامه گپ تقدیم نمودید انسامبل گپ سازی آوازی اولی جدا بکنه حاله همین یک کتابچه یافتم گوید همین راست شعرهای عجایبش بسیار دیه یک شب میدیدم کتابچه ها مایلش همین خوانده بینم یک کس شعر نویسته است مؤلفش انیق نیو رس و بادرد نویسیگی درباره دو زنه ها
آهنگ به داورده من همراه دوستا همین از یک اجرا میکنیم. بشنو از من ای برادر داستانی دو زنه، تا شوی واقف زی اسرار نهانی دو زنه. شب به گردون میرسد دادو فغانی دو زنه، آه و ویلا بود روز و شبانی دو زنه. بسته است زنگار مغزی استخوانی دو زنه. گر به یک زن حرف گوید دیگری دشمن شود، تلخ گویو ترش رویو زشت و شخ گردن شود. چون دو ابرو افکند پیشانش ده چند شود، ناله کردن گیرد و اندر پی مردن شود. روز و شب مسجد بود جای و مکانی دو زنه. پیشی یکی بحری رضا، وان دیگر موی کشاینده به میدانی نزا. میکند فریاد و میگوید کیاران الودا، این چونین کردی مرا با تو چی گویم ای خدا. لولی بازار به از مردمانی دو زنه. بشنو از من ای برادر داستانی دو زنه، تا شوی واقف زی اسرار نهانی دو زنه. شب به گردون میرسد دادو فغانی دو زنه، آه و ویلا بود روز و شبانی دو زنه. بسته است زنگار مغزی استخوانی دو زنه. روز و شب مسجد بود روز و مکانی دو زنه. لولی بازار به از مردمانی دو زنه داده. اگه این سرود به خانه که دوستانه نکه این سرود اصلا گیره کنده. دو زنگی هم سببش های عشق سه تا حرف. شما باید دوست ندارید مجبور دویم زنه نمیگیرید. مور به سوال دادیان همین عشق چی از نگاه شما گفت پدری عشق بلامه خونش سوز داد. یک هفته باز تربی پلاستیکی به من عشق ورزش دیم. اکو بیایید تا این موضوع دو زنگی یک طرف مونیم. موضوع ورزش بگرونیم ورزش. دابره می عشق تو یک تو بگم. دابره عشقی من. نیازه می عشق مور گفتی دو. کرمی لای خوراک. هر باری هم تو پشت نگاه میکنه فقط عشق و محبت همی اظهار محبت میکننده. من شما دست میدارم اصلی من جانی من گفته. آخر یک روز با هم خیلی گشته با هم خیلی گاز نگر. اون طرف مودی جینی من دوم تانی خیلی گابز دید گفتی هم. همین چمپیونیتی جهان اوید بس هم باشه دوستو. کو تصور کنیدون امریکا کدی روسیه فینال با برامدگی. ترینری روسیه گفته است که شاگرداش به گوش کن گفته است این امریکانیست به حد
سخت است سامبیسی با قوت همین یه خیل پریوم میداند چند کس میگه که دست پاش شکسته که اگر همون پریوم بفروی در روز دوست کنم گفته است نباشه دیگه اونجا میشکنه مالش گفته است تو برام دست هر دوشم یکم دقیقه به هم گفتگیش با امریکایی قبیله است اورسه پریوم با قبیله است هم ترینی زیخ شده سو خنده بینمون سوزان گفته رفته اونجا راز دیوار که کارش قبیلش ندیگر داد به داد خیش سو گیمی رسیه صد است سونی نفهمیدم چه خیفته بینه دیگر شاگردش بالا موندی گادرناش به مدل پارافت آیکلاسو میوناش به میون بانده تابریک کلاس bayrakı رسی بالاشتاسو امریکانیست خوراسه بالش bayrak امریکی پشت موندگی سونی گفته همه واهو گذاشته سو چه به جیزی گفته است که من نفهمیدم شاگرد تو پریوم به فروم اولی چی خلاص کردی نپرسید استاد گفته است همین گفتی که تو به همین قاپیت کی گفته است یک تا پوچک پشتی کردن کیم گوجان نمیدونم وقت دست گوجانده همین زواست کنم گفت دست باند اقل دو زنم گفت دومغوزش من نمیجانده گفته است دوزه نمیشن مجبور دومغوزش اسوجیل گزام گفته است و دومغوز خودم بود است گفته سوالی شاکت گفت دیگر آدمی دومغوزی خودش گزدگی همه کارو قادر بود است بعدش زلم دست آوش برافت همین موضوع رینگو همین خیلی چیزا من چی میگم وای کانور وای نامش سپورش کانور ماگریگر آشنا همون گفته است که تاجیکستان میرم یکان تمام توری میام دیگه شاید داغستان رفتم خوردم کارمایو تاجیکستان میرم و آمدنش دکار ها اکو کوفتیان یکان تا وای نیه و به توری میام دیگه نیست سانی گفتیان که آدرسمون بریم یا تا چوپانه همونه گیته بیتام گفتیان چوپان با آنورسیده گفتیان که یک بار همین 15 minut istedi taqat kirsin ماشین میتیم 30 minut istedi اگر ما شما به خانه میتیم گفتاستی و هم یا پیرام تا رینگ به برنداس ماسیویا کشته و ماگریگر می پاگریگرش گانده بود است خس کرا اومده مشکل زدان گفتاستی این چوپان دنگ این 30 minut شد اینو زدم ممکن میگفتاست دابری یک توجیه با قوتیش گازنم یک جو اوزموش دستو заводи холодильник я اوزمون تایار کراس همه دولت ها آدموش جزده گفته است که همین холодильник به حاضر گفته است همین холодильник کلام با همین 30 دقیقه میستون همین کدام دولت 30 دقیقه زیاد استاد همون دولت به همین заводи холодильник ما رفته ساخته همه آدمای همون دولت به پدرکم کنیم گفته است اكو امريكان صدر رمضان امريكاني تمين دوم دقه 3 دقه 5 دقه برمداس انگلیسان ندر واردن و یم خیر عرسی در واردن و یم خیر نابتی تاجیکستان شده است تاجیکستان و در رمضان گفتن که اماک دروید کو نابتی موگن اماک گفتن که می بخش تو همو بوجا مانکتی درود مالش میگفتن چه این بوجا تو خیر چیزی میشه گفت هی چی گفتاست امریکان درود بوجاش قتی درود چی گفتسو درم دست 30 minut گذشته است جیم تقارت قرام نی برامدنم نی یک ساعت گذشته است جیم یعنی تینجیمی هم مرد میتیزه بالا این یکان چی شد با این فته در داری خالجینیکا کشاده بینن که و یا بوجهشون که نرده زده داره پوش اینجا گرم کارو سیفتیم یک رسیبه یک تا قشلاقش به همینی محلش به همون خلقش خیسی سوفت است که همون مسکوه یکان حافظ بیارید یک ما یه بار کنسر دید خورسندی کنیم آقا این قشلاق با گفته است محلش سم عرسیه یک تا حافظ اما مسکوه یک تا حافظ آوردیانو حافظ بس است که من اما میشناسد گری نفته آنچه نرخوی وای گفتگی بلنده پولای پیشکی گفتگی سونی بیادگر سونی کنسر میتیم گفتگی بینه زلانده داتا آدمده کنسر سر میشه که وقتا شدگی سونی حافظ گفته ویس رسیه میشناسم گفتی توی چخل این داتا آدم گفت ویس رسیه منو میشناسد میدونم منو میشناسم این داتا آمدگی حال نمیشناختگی آمدگی گفته اما آکانتر برام دینو فوتبال برفتیم دوتا командой бақувват футбол бозкардостагӣ будааст трибунаҳо пур ҳама ҷо раван ки ҳамин какой-то момент вес балешко якта футболиста ҳамин дод гуфта ҳамин ҳақорат карда зада абзиҳо ки қуронда зегадост гуфтааст вай чӯ вай футболиста задост гуфт ҳавай беақ гуфтааст баклашки обки судия захт ку гуфтааст ҳамун баде гуфт ҳавай баклашка нафромад ку судия гуфт ҳамун ба ҳақорат козвай гуфтааст همین مردمی دیها بسیار صمیمی گام میزنند مردمی دیها اگر نگاه کنید تو بین خانه ها با دیوار هم نیست یا دیگر به جدا وایده نزدیک حتی شما نجم الدین خان
گفت و آدم تو پشت اونیکان روش داشته نجمیدین خان این کلوشتون نمیجن کلوشتون نمیجنش ما خواننده کو گفت پشت اونی منم دو تا کلوش ما گفتم دابری همین خیلی دیها یک چومت همین دیهان دم خیلی افاندی زندگی میکنه لسه ویا تخصیص کردیم زندگی کرد دیگه جای دیده بیان که همه جا خیلی آبود دیوار شای دروازه شای و ویم زیرش نیاکت دروازه زکاس کرد خانشون با دروازه مونده معرکه کردن همه خسته برای جزدن همسایه جزدن همه آورده همین گذرتون مرحمت کرد پیش دروازه بیستن هیچ کی دروازه کی نیایو گیرد اطراف که درام در رفتن که توزده حوالی با اوپو همین دیوارش نیکو این طرف که موسوس وایش دیگرش کسانی مو باینی حوالی با داوید برامدینو حساب نه گفت داد گفتن افندی همه محلات اینجی می چیزی حساب نه چیزی گفت من دروازه شنونده که همه گشته برامده دروازه کی میداره سونی من معرکه میکنم گفتن یک تا پاییز کاری شده که بمگذاریم یک تا پاییز به یک تا روس اوکراینی sonra یک تا özbek برافته ایستاد کپیکدی sonra давайте будем знакомиться گفته sonra روس الکساندر москвич گفته از sonra اوکراینیشان خیسته گفته است که نامش زنی اوکراینцо یه ملانینکا زاپاروژец گفته عبدالرحمن تیکا گفته است экзамен дута бачаҳо баъди мактаб имтиҳон медаромадагию донишгоҳа якташ даромада буромада насриниш вайрон ошно тинҷими чокат чӣ хел билет фуромад гуд напус вейне билет фуромад ҳарби мерафт бо ҳамун азига гуфтааст ки бо даро билет гир гуфтааст ҳамун ба даромада ҳам профессоро шти будааст ҳам билети якчанд ҳам тапке мондааст профессор чокади шумо ҳозир гуд التماس یگان دیگرش گیرم دیگرش نه همون گیفتگی تو نگیرید گفت التماس بیتو معلمو دیگرش گیرم گفت همونش میگیری چند بود و بلیتی گفت بلیتی 13 بود گفت 13 کافته تیتا افتاد کافته تیتا جرس کرد ثواب هم جواب داد بلدیس 5 گفته هم تو برات آشنا شما چند تو دوخان چند گفتی گفت 5 گفتم گفت چه 5 گفتی گفت من فقط بلیتی 13 ازاد کردم یک مفته است اینا مکتب گفتنم یک سوم صنفنده معلمه کنه یا با اینجا بیا کنه مظفر جان یا با ته کنه وظیفه خانگی تا بینام کنه گفتن پگه بوت که بیا مکتب گفتن یه معلمه دادام که میگفته بود میگه نه بوت که یا با بوت من گم پسرشون وظیفه خانگی تا نیتا حلقه داشتن اما بوش گندم شوخ بوده گیده کسی دوری یاشاننده دوتا مسفیدا محلمه برافته ایستادنو 80 گذشته یکو یعنی دخترکای خوش رشته است کن بالام گفتم رفته شناخت شویمی گفت نه بیا کازی شناخت شویم و نه گفت اگر شرمنده نشویم گفت نه گفت نه ها گفت شرمنده میشیم همون بوا چایخانه درام دینو یک تک همون بوا هم چایخانه درام دین فقط چایخانه درام لبشون منم تو روغن بازه لبی بوا روغن باز درام دین امشب با رسا آشی پلاو روغنی دومدار زدم چای کوته بیار رسا با فاداشم میدارم دیام منم خیلی روغن بازی لبشون چای کوته زیچ کده بیار با امشب کمپیر آش جام کرد گفت چای کوت خودی سه نبیریش انداز نبیری بوا گفت لابای با آش میخوانه گفت نکدام آش و پخت چی روغنه دای گلاب سویته که دام و گربه هم سوی خود برای پخت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین داشته است که سری چنبرکی ماشین به زنک ده زنها از بسیار ماشین میگردن کو شهادتنامه رانندگی دارید میگفتن ها حاضر منم مرحمت گفت این صورتتون نیست اینجا نه گفت چوبه من نه گفت دیگه صورت اطراف چپ سیمش من حتی دکتر حتی آدم پیش دکتر با اومدسو حتی مردک دکتر وای من یکم حساب چی اوی درست کنم لکه تینجی میشه که سه ماه باز یک تا زنک فقط خوابم به درام داشته بود سه ماه هر شب این فقط یک تا زنک خواب داشتم چون که دست که دلم به زاد وجه گفت است دو تا آشنا و خوردیم یکتاش روش هم تو خانجاشتگی سینه یک طرفش ها آشنا چوکا جان که دیگه نه گفت آبشتی آلکاشو دیگه گفت چوکات کی گفت اگر اونس آشنام که بار بشتیم نشیدیم گفت خیلی کمک بالانس موندم گفت تا خونه بوده موندری سپمی چوبه من افتان آلکاشو افتاد همون آلکاش یکتاش همون آلکاش
انا همو آلکش با پیشی دوتا آشناشو آموزی آشنا گفتند چو نامی من همه جین مانگ آخه گجاکی بطولکا کشادشا پیدا میشه همینجور گفتند اما آلکش هر روز که گیره کش دسته گیره که اینده گپی دادامو گوش نکردم ده گپی دادامو گوش نکردم گفت آشناش دیگه بدسو حد سیمی گفتن که داد گفتم که گوش نکردم گوش کنم بود یادم میستادم گفتن یک بچه بازار به سر میفروخته سو آشناش اومداست گفتاست که آشنا یک 10 منیت استادیس ما احتجاج کارم گفتاست کیلاش 5 سومانی فروش گفتاست رفته بیاد دیگر همین بعد 10 منیت بیاد اوچورات همین خیلی همین خیلی نوبت به استاد خریدارو بونه تلاده گفتاست که آشنا این چاکه دوستی که دیگه 3 سومانی زراسی هم گفت تو جینی تو ما اینه خودم 4 سومانی خرید دیگه فایده چا میکنی تالپو کیف کو گفتم تماشاگران عزیز و ارجمند اینجا رسیدیم به فرجام برنامه امروزه و در آخری برنامه من به هر یک شمایان عزیز خانوادگی خاطر جمعی و لبانی پر از خنده را آرزو دارم. دوستان گرامی قدر هر باری در برنامه گپی ما شمایان عزیز خواهش میکنید که یک نفر را گپ زن فلانی را گپ زن انا همین روز گمان میکنم که یک برنامه پور را برای شمایان عزیز تقدیم گردید. با امید خانواده خاطر جمعی شمایان عزیز من به برنامه حسنی خاتمه میبخشم. با برنامه‌های آزیا ایچ دی بمانید. خیر از اون شب بخیر همزمین و شب بخیر شب بخیر مادری جان شب بخیر شب بخیر همزمین و شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر آش کنی بهادر نعمت و حقیقت داد آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه